تعریف ادبیات تطبیقی مطابق آنچه من در 30 چند سال پیش در این مقاله عرضه کردم و امروز هم کماکان معتبر است چنین است: ادبیات تطبیقی بررسی ادبیات است بیرون از محدوده کشوری خاص، نیز از یک سو بررسی روابط ادبی کشورهای مختلف است و از دیگر سو بررسی روابط ادبیات با رشته‌های گوناگون علم و اعتقاد بشری، از جمله با هنرها، با علوم انسانی، با علوم اجتماعی، با مذهب و فلسفه و ایدئولوژی هر دوره از تاریخ و حتی با علوم خاص. حاصل کلام تطبیق ادبیات یک کشور با کشورهای دیگر است و تطبیق ادبیات با حوزه‌های دیگر فعالیت فکری و ذوقی بشر. به این ترتیب میتوان گفت که ادبیات تطبیقی شامل همه مباحث ادبی جز تاریخ ادبیات ملی میشود.